سلام دوستان، به کانال آینده روشن خوش آمدید. امروز در این درس ما به شما چگونه تغییر دادن فعل ایتی را در جانشین ها و در مثال ها نشان خواهیم داد. فعل ایتی در جانشین ها. دوستان عزیز، چنانچه شما میدانید فعل ایتی مصدر فعل می باشد. ایتی به معنای رفتن و در جانشین ها آخر کلمه ما تغییر خواهد یافت و اکنون ما به شما تغییرات آن را نشان خواهیم داد. یا ایدو، من میروم. تی ایدیاش، تو میروی. آن ایدیات، آن پسر میرود. انا ایدیات، آن دختر میرود. انا ایدیات، آن میرود. می ایدیام، ما میرویم. وی ایدیاته، شما میروید. انی ایدوت، آنها میروند. فعل ایتی در مثال ها. یا ایدو نراباتو، من میروم به کار. تی ایدیاش نراباتو، تو میروی به کار. آن ایدیات نراباتو، آن پسر میرود به کار. انا ایدیات نراباتو، آن دختر میرود به کار. انا ایدیات نراباتو، آن میرود به کار. می ایدیام نراباتو، ما میرویم به کار. وی ایدیات نراباتو، شما میروید به کار. انی ایدوت نراباتو، آنها میروند به کار. دوستان عزیز، از تماشا کردن شما منت داریم. برای از درس‌های بعدی ما با خبر شدن به کانال ما ابونه شوید. تا دیدار.